امروز اومدم تا شما رو به دیدن یه ویدیوی باحال از ولخرجی‌های بازیگرای معروف ترکیه دعوت کنم. بگین ببینم این بازیگرای دست و دلباز رو میشناسین؟ از ولخرجی‌های اونا خبر دارین؟ پس همین حالا کانال لنز رو سابسکرایب کنید و با یه ویدیوی جذاب و دیدنی همراه ما باشین. شماره 1 کنانی میرزالی‌اولو. کنان که یکی از ثروتمندترین بازیگرای ترکیه است، هیچ وقت از کمک به نیازمندا غافل نمیشه و همه اونو با کارهای خیرخواهانش میشناسن. اون معمولا نزدیک ماه رمضان که میشه دست به کار میشه تا به 1000 خانواده کمک غذایی کنه و برای بچهای نیازمند هم بستای لوازم تحریر آماده میکنه و توی فصل زمستون هم تا جایی که بتونه برای بچهای فقیر نه فقط در استانبول بلکه در سراسر ترکیه لباس زمستونی تهیه میکنه. البته اینا فقط گوشه‌ای از کارهای خیرخواهانه کنانه. اون با این دست و دلبازیاش جای خاصی توی دل مردم ترکیه داره. شماره 2 چاتای یولسوی. چاتای واسه 2 چیز خیلی خوب پول خرج میکنه. یکی ماشینای کلاسیک که عاشقشونه، اونا رو با قیمت بالایی میخره و کلی هم واسه بازسازیشون هزینه میکنه و یکی دیگه هم قایق. از اونجایی که چاتای عاشق ماهیگیریه، تازگی یه قایق ویژه با یه مکانیزم خاص واسه ماهیگیری گرفته که واسه خریدش $100,000 هزینه کرده. شماره 3 جان یامان. جان اونجایی نشون داد چقدر دست و دل بازه که موقع خواستگاری از دوست دختر ایتالیاییش دیلتا لئوتا سنگ تموم گذاشت و برای بهله گرفتن از اون 500,000 لیر خرج کرد. اون یه رستوران تاریخی و دربست رزرو کرد و یه هواپیما هم اجاره کرد تا بنری با متن دیلتا با من ازدواج میکنی رو در آسمون شهر روم به پرواز دراره و در آخر هم با یه حلقه $28,000 به دیلتا پیشنهاد ازدواج داد. حالا هم این مرد دست و دلباز برند عطر خودش رو در ایتالیا ثبت کرده و قرار قسمتی از درآمد حاصل از پرفیوم ها رو به انجمن خیریه‌ای که خودش تأسیس کرده و در حمایت از کودکانه اختصاص بده. شماره 4 توبا بویکوستون. توبا که معمولاً با خبرایی از زندگی عاشقانش تیتر اخبار میشه، این دفعه با بریز و بپاشه که واسه خرید خونه جدیدش انجام داده بود سر زبون افتاد. اون یه خونه 7 میلیون لیری توی پاریس خرید و واسه تزیین و دکوراسیون این خونه گرون قیمت از هیچ هزینه‌ای دریغ نکرد. اون از بهترین و معروفترین فروشگاه‌های دکوراسیون بین‌المللی حدود 1 میلیون لیر خرید کرد تا دکوراسیون خونه‌اش همون جوری بشه که دلش می‌خواست. شماره 5 سرنا ساریکایا. سرنای از اون دست از بازیگراست که همیشه واسه سر و لباسش کلی پول خرج میکنه و لباسای خاص و گرون قیمت و البته گاهی عجیب غریب میپوشه و جلب توجه میکنه. فقط لازمه یه چیزی چشم سرنای رو بگیره، اون حاضر به هر قیمت اونو بخره. نمونهش دمپایی‌های معروف $2,000 لویی ویتونش که عکسش همه جا پخش شد. کلاً قیمت استایل روزمره سرنای معمولاً 20,000 لیری میشه، اما سرنای که عاشق اکسسوری و لوازم جانبیه به اندازه کل استایلش و حتی شاید هم بیشتر واسه اونا پول میده. معمولاً هم اونا رو از برندهای معروفی انتخاب میکنه، مثل 3 انگشتر معروف 51,000 لیریش و یا گوشواره های 32,000 لیریش یا گردنبند 15,000 لیریش. هنوز قسمت‌های جذاب این ویدیو مونده، پس عضو کانال لنز بشین و در ادامه همراه ما باشین. شماره 6 کیوانش تاتریتو. کیوانش که پولش از پارو بالا میره تا دلتون بخواد دست و دل بازه، مخصوصا اگه پای همسرش باشاک دیزر در میون باشه که دیگه براش سنگ تموم میذاره. همیشه هدایای گرون قیمتی که کیوانش به باشاک میده کلی سر و صدا میکنه. حالا این هدیه ممکنه یه گردنبند خاص باشه یا یه اتومبیل خفن 900,000 لیری یا یه ویلای لوکس 12 میلیون لیری.
البته اون دست و دلبازانه به نیازمندان هم کمک میکنه. همین پارسال بود که به خاطر شیوع کرونا و به مشکل خوردن خیلی از خانواده‌ها هزینه تامین مواد غذایی 1000 خانواده رو به مدت 2 ماه به عهده گرفت. شماره 7. دمت اوزدمیر. دمت کلاً دختر ولخرج و دست و دلبازیه و همین که دستمزدشو میگیره دست به کار میشه برای خرج کردنش. حالا ممکنه اونو واسه کمک به دیگران خرج کنه یا رفتن به سفرهای پرخرج و یا حتی خرید کردن که اون خرید هم میتونه یه ویلای لوکس 4 میلیون لیری باشه یا یه لباس گرون قیمت و یا حتی 5 جفت از کفش مورد علاقش. کلاً دمت عاشق خرید کردنه تا جایی که خودش اعتراف کرده که وقتی حرف از خرید باشه اصلاً نمیتونه خودشو کنترل کنه. شماره 8. هانده ارچل. هانده یه خاله دست و دلباز و ولخرجه که وقتی پای خواهرزادش آیلین ماوی در میون باشه از هیچ هزینه‌ای برای اون دریغ نمیکنه تا جایی که وقتی اون فسقلی هنوز به دنیا نیامده بود هانده به فکر آینده اون بود و براش یه حساب بانکی با موجودی 500,000 لیر باز کرد و به طور منظم هر ماه هم مبلغی به اون حساب واریز میکنه تا آینده بهتری رو برای اون بسازه. البته هانده واسه خودش هم کم ولخرجی نمیکنه ها. اون تازگی یه ویلای لوکس 2 طبقه شیشه‌ای با قیمت 10 میلیون لیر برای خودش خریده. شماره 9. بوراک اوزچیویت. ممکنه که بوراک واسه انعام و پول پارکینگ دستش بلرزه، اما وقتی با یه همسرش فهری اوجن و پسرش کاران وسط باشه تبدیل میشه به یه مرد ولخرج و دست و دلباز. وقتی کاران هنوز به دنیا نیامده بود 120,000 لیر برای اتاقش هزینه کرد و حالا هم کاران با لباسای گرون قیمتی که میپوشه کلی جلب توجه میکنه، مثل سویشرت 5,000 لیرش توی جشن تولد 2 سالگیش که حتی از لباسای پدر و مادرش هم گرونتر بود. فهری هم که همیشه کادوهای گرون قیمتی از شوهرش میگیره، مثل ساعت 300,000 لیری یا یه ست زیورالات 12,000 یورویی از برند گوچی. البته بوراک تازگی یه ماشین فراری هم برای خودش خریده که قیمت اون 2,200,000 لیره. خب بگیم ببینم نظرتون راجع به این ویدیو چیه؟ شما حاضرین مثل سرنای $2,000 واسه یه دمپایی هزینه کنید؟ واسه کمک به دیگران دست و دلباز هستین یا نه؟ نظراتتون رو برای ما بنویسید و لایک کردن این ویدیو رو فراموش نکنید. ممنون که تا آخر این ویدیو همراه ما بودین. همین حالا عضو کانال لنز بشین و اونو به دوستدارای سینما و تلویزیون ترکیه هم پیشنهاد بدین.